سلام بچه‌ها، من محمد میلاد حاجتی هستم. ما قرار از این بعد فعالیت‌هامون رو توی یوتیوب شروع کنیم. خوشحال میشیم که حمایتمون کنیم. من و پدرم میخوایم فعالیت رو شروع کنیم تا ویدیوهای قشنگتری واسهتون بسازیم. خب عزیزان، اینجا باغ ماه. تقریبا این باغ رو میشه 1 ماهی است که درست کردیم. اینجا آفتابگردش‌ها رو پلاستیک بستیم چون که مثلا این گنجشکا میان میخورن و بله بیشتری هاشونو خوردن. اینجا متوجه میشید شما. این هم که گلای شیپوریمون هست که یه صف از اون ور تا این ور هستش. بریم به این طرف باغ. اینجا هم میشه گفت که تقریبا ما گوجه و خربزه کاشتیم. خربزه همون هم قشنگ تازه رسید. اینجا ما 2 تا درخت عقاقی داریم که تازه قد کشیدن، یک کدوی بزرگ و 2 تا کدویی که یکم دورن از بقیه. اینجا هم یه دونه خربزه کوچیک، خیلی کوچیک اینجا هست. این قسمت هم چند تا تیل طالبی هست و اینجا هم یه صف کوچیک گوجه فرنگیه. راستی نگفتم بهتون، اینجا هم یه چای خیلی بزرگ داریم که اگه کسی تقریبا توش بیفته، بچه کوچیک بیفته، نمیتونه در بیاد. همینه دیگه، اوضاع فعلا همینجوریه تا اگه از شما حمایت بگیریم بهترم میشه. قرار ما اینجا یه استخر 1 در 1 متری بسازیم به کمک حمایت های شما که قشنگ راه بیفتیم. اینم یه گل پیچک قشنگه که گلم داده. خیلی ممنون که ویدیوهای ما رو نگاه کردید. تا ویدیوهای بعد، خدا حافظ.